خب اینجا ما میخوایم چنین قطعه‌ای و چنین فرمی رو ایجاد بکنیم به دستگاه سنگ محور. البته اینجا دوربین به صورت یکم زاویه دار نشون میده، ولی در اصل همون فرم بدون زاویه است. همچین شکلی میخوایم ایجاد کنیم یه چنین چیزی. اینجا کنترل داره برنامه رو اجرا میکنه. اینجا کاروان زد یعنی طولی نیستش. تو پست‌های قبلی محور زد هم استفاده میشه، ولی اینجا در حال حاضر واسه این قطعه فقط محور X و محور Y داره استفاده میشه. روی یه ماده خام که قبلش در اینجا یه شیسلی در آوردیم، حالا این جلو داریم اون فرمی که توی لپتاپ نشون دادم رو داریم اجرا میکنیم توی نرم افزار سالیدورکس با استفاده از پاوربیل. محور C حرکت میکنه، روی فرم مورد نظر، روی زاویه مورد نظر وای میسته و سنگ بعد اینکه به فرمش ایستاد ثابت وای میسته و سنگ میاد جلو باربرداری رو شروع میکنه. و این انقدر ادامه پیدا میکنه تا یه کوچیک‌تر بشه و فرمش در این کامل در بیاد که اونم عکسش رو جلوتر به بعدی میذارم. توی پاور میلم به این صورته. حالا اگه این ابزارمون باشه این فرم قطعمونه میاد شروع میکنه با کمترین سرعت. حالا من تنظیم میکنم الان. ابزار میاد داره بار میبره ازش. مسیر حرکت ابزارمونه. یه بار دیگه میبینیم. بعدش هم من کلی خودم لوپ نویسی میکنم، ماکرو نویسی میکنم تا برنامه کوتاه بشه و فرممون ایجاد داره همون کامل فرمش در نیاد. همون که میبینید فرمه در جلوتر میذارم.